اگه مسئله هسته‌ای حل شد دیگه قضیه تمامه، قضیه موشک‌ها پیش اومد. And so a nuclear Iran that possesses not just nuclear weapons potentially, but the missiles that could deliver those weapons. قضیه موشک‌ها حل بشه، قضیه حقوق بشه. اول میگن 20% رو تعطیل کنید، بعد میگن 5% رو تعطیل کنید، بعد میگن بساط هسته‌ای رو برچینید، پشت مرزهای خودتون رو محفوظ کنید، دستتون رو خالی کنید، صنایع دفاعیتون رو تعطیل کنید. یک سوالی در اینجا مطرح است که دشمنی آمریکا با ایران به خاطر چیست؟ این آقایی که امروز سر کار در آمریکا مسئله رو لو داد، گفت برای این است که ایران گوش به فرمان آمریکا بود. من به شما این عرض بکنم با استقلال کشور هم مشکل دارم با قطع نظر از نظام. یعنی اگر فرض کنیم یک نظامی غیر نظام جمهوری اسلامی هم سر کار بود و بنا بود مستقل باشه، اینا باش مشکل داشت. این تجربه نهضت ملی به روی چشم ماست دیگه.